سرایست زندانهای وزارت عدلیه تاجیکستان برای ارائه معلومات درباره مکان و بود و باش احمدبک سعیدوف، یک محبوسی که شب 18 به 19 آگوست سال 2022 از بازداشتگاه فرار کرده بود، 50,000 سومانی مکافات تعیین کرده است. عکس‌ها با پیشنهاد این مبلغ همچون مکافات برای دستگیر کردن این محبوس فراری بعد 40 روز فرار او در چند موضع در داخل تاجیکستان آویزان کرده شده. همچنین در اینترنت گذاشته شدند. قبلا گزارش شده بود که احمدبک سعیدوف ساکن جماعت زرگر نویه کوشانیان ختلان که به روزنی متهم میشد و چند پیش از روسیه استرداد شده بود، شب 18 به 19 آگوست امسال از یک بازداشتگاه دوشنبه فرار کرده است. احمدبک سعیدوف در آغاز ماه آگوست در قطار 12 کس دیگر از روسیه به تاجیکستان استرداد شد. او به حمله غارتگرانه و تصرف 86,250 سومانی در سال 2007 در دنقره متهم می شود. منابع رادیوی آزادی گفته بودند که در رابطه با فرار سعیدوف، ایدبک موتاجوف، یک کارمند بازداشتگاه رقم 1 شهر دوشنبه دستگیر شده است. تحقیق نشان داده است که این محبوس یک روز پیش با تلفن موتاجوف با کسی صحبت کرده است. از این رو موتاجوف یک هفته باز در بازداشت است و بازپرسی می شود. گفته است یک منبع آزادی. مقامات رسما در این باره اطلاع نمیدهند. حادثه فرار محبوسان از بازداشتگاه در تاجیکستان نو نیست. مورد پرسر و صداترین که با برکناری رئیس وقت کمیته دولتی امنیت ملی خیرالدین عبدالرحیموف و تقریبا همه معاونای او انجام یافت، فرار 25 محبوس از بازداشتگاه این کمیته در دوشنبه در ماه آگوست سال 2010 بود. عملیات تعقیب محبوسان فراری تا بازداشت آخرین نفر آنها در عموم 1 سال و 3 ماه دراز کشید. در جریان این عملیات به حساب مقامات 14 کس دستگیر و 7 نفر کشته شدند. 3 شهروند افغانستان هرچند در ولایت تخار افغانستان بازداشت شدند ولی کابل آنها را به دوشنبه نسپرد. در سال 2016 نیز چند محبوس از زندان در شهر خوجند فرار کردند. قسمی از آنها را دوباره دستگیر و بعضی دیگر هنگام عملیات کشته شدند.